و تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرماید که روزی است که امتها بر علیه شما جمع میشه، یوشک ان تطاع علیکم الامم کما تطاع الاکلة علی قصعتها، مثل که مردمان گرسنه سر یک کاسه غذا هجوم میبرند. صحابه میپرسند که ام من قلة نحن یومئذ یا رسول الله، آیا به خاطر کمی تعداد ما هست؟ پیامبر میگه لا ولکنکم غثاء کغثاء السیل، نه شما زیادین مثل کف روی سیل. و باز میگه که الله تبارک و تعالی ترس دشمن را از قلب شما بیرون میکنه و وهن را در او جا میده. صحابه میگن وهن چیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه حب الدنیا و کراهیت الموت و حب الدنیا و کراهیت القتال. شما از مرگ میترسین و به دنیا محبت پیدا میکنین. به تعبیر دیگه اسباب مادی دنیوی را عزتمندی تصور میکنین و عزتمندی تصور کردن اسباب مادی دنیوی شما را ذلیل میگردانه. تمسک جستن به دین الله تبارک و تعالی را عزتمندی نمیدانین و متاسفانه این وضعیت در بین امت خیلی واضح دیده میشه. حتی در بین متدینین